در حقیقت ما زندگی میکنم نگم که بابت دروغ گفته یا وحیم کردن این کوپه ها این جامعه برادری خوردیم این دفترهایی که ما جمعه دفتر سفید که ما در اینجا زندگی میکنم دفترم این اینجا پاپشیام اینجا باش دسترخوان نانو اینا می همش من نمی شاهدی آن زندگی که شما شاهدی میتونید این نان در سرخوان نانو همینجا شما چند کس زندگی ما اینجا 9 نفر بودیم در این اویله کودکی نو کردگی را خانه مادرش بردم سیم دیگه بشدگی ای دیگرها در هر اپم در خانه همشری کلانی ای مرا نمی خیمه را کارکنای حالتهای فوق‌العاده تو جمهوری تاجیکستان دیگه دیگه در امی ده باشه قریب 5 یاردم میآیند رئیس محله مرا میگه گرفتگی یک بار بسایته انا می خیمه در نظر گرفتید که مرا یگام چی یاردم نمیکنه ببین نگاه که حوالا آنچه که شما دیدن که ما چی بگم دیگه گام چی نمون بهر از همین کمیته حالتهای فوق‌العاده دیگر یگان نفر نمی‌آمد اومده بودن همین نماینده حکومت شهر اومد رئیس جماعت اومد یک بار ما را پرسیدن دیگه یگان بار نزدیک من ندارم ما با نمی حال زندگی میکنم مگر یگان کس نپرسه حتی رئیس محله ده همون میپرسه که شما چی حال داری دیگه در مرگ شد دیگه نیست روزای سردی شما همینجا ما همینجا دو ما انا نمی قجا میمونه خشک ما در انا قجا میستم راست پیش انا پچکا همینجا علوب میکنم انا مینا علوب کردم مخنی پچکا من در چوینی که چوکای چوی ماندگی منه اینجا باشه وجود پیلته های انا در بالا پیلته چوینی که چوی این سوتکا این نمی نه چند ساعت شما برق دارید ما روزانه داریم بیگاهی ساعتای 9 گذشتن میبره من معلمه هستم معلمو با از وزارت معارف کمک کردن شما کمک کردن نه مرا گفت که تو پوره هستی خونه میسازن حتی مرا کمال فهم یاردم نداد من رفت مرا اینجا معلم دیرکتور مکتب نرزلوف روان کرد گفت که منم شما رو نویستگیم حتما باید تو پام یاردم بگیری اما نه که من یاردم وزارت معارف جمهوری را نگرفتم نه مرا ندادن گفتن که شما خانه میگیره که حاضر خانه کنه که ما گرفتم کنه خانه تامین کردگیش نه موادی مثال خوراک بود نه که من نداد آخه مرا ندادن مدیر معارف گفت کمال سفرعلی گفت که نام شما نیست شما خانه میگیره من میگیرم کی میگیریم خانه را ولی ما خانه رو ندیدیم در نمی زیر نمی خیمه ندادن که مثال انیق کی خانه را نه ما انیق کردگی نیست گفتم که نمیپرسن که شما در کدام حالتی آیا می خیمه آب میگذرونه نمیگذرونه من دیگه گویم سخن بعدی گفتن نمیتونم اینجا با پراکنده شدیم یا ولی پر همه پراکنده شد تنها ما هم زندگی میکنم تمام برادری خوردی یعنی همون ترس حالم در دل نشسته ولی البته سلامتیتون چه خلاص سلامتی می چه گردام کد فقط در میکنه در این خونه که اگه سلامتی ما گفته میتونم من یک کس مون دیگه من یک کس کار میکنم 8 نفر میخورونم معلمای ابتدایی بله سینتی 3 درس میتونم یا بس کار میکنم یا سین دو دیگه من خیلی دیرکتور مکتب را نغز یاردم میکنم شما خودتون اویله دارید؟ نه من اویله دار نیستم نه که من در همین خانه کار میکنم نه اومدم گفتم همینجا یک بینم که هوا خیلی بیزی به ممکن باریدنش در نظر ممکنه همین خیمه ها بداره با همین دو باید جاگه که مادر تر میشه من جا باید قاق میکنم من نه که همین رئیس محله حتی نمیپرسه این همین روپرو میشه می طرف نگاه میکنه من در یاردم باید چی در کار می خود خدا که من میگم دکجو میخرم باید من در مسائل بینوکاری نداده بین استحصال خانه نداده مرا هیچ کس نمیپرسه دیگه حتی معرف رفتیم اما چی بود که اما کمک من میدادم مرا نداد که من 100% پره هستم اینم رفت خانه اپام در خوراکر مرا نمیتیکو 1 سال برای کی میخرونه